حقوق معمولی با یه زندگی معمولی. کجا؟ توی یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا، آلمان. کدومتون فکر میکنی که نمیشه با حقوق کارمندی توی آلمان زندگی کرد؟ و اگه فکر میکنی که با حقوق کارمندی میشه تو آلمان زندگی کرد، پس جریان این تورم و گرونیایی که همه ازش مینالن چیه؟ کدومشو باور کنیم؟ اگه تو هم فکر میکنی هزینه‌های زندگی کردن توی آلمان سرسام‌آوره و اینجا جای زندگی نیست، اول از همه بدون هیچ قضاوتی این ویدیو رو تا انتها ببین تا با حقایق واقعی یه زندگی عادی توی آلمان بیشتر آشنا بشی. توی این ویدیو میخوایم با هم بشینیم و خیلی واقعی و خیلی واقع‌گرایانه با هم بررسی کنیم که یه زندگی عادی کارمندی توی آلمان چقدر هزینه برمیداره. و اگه تا امروز فکر میکردی که هزینه زندگی توی اروپا یا مثلا توی آلمان خیلی وحشتناکتر و زیادتر از هزینه‌های زندگی تو ایرانه، ممکنه این ویدیو بتونه خیلی بهت کمک کنه تا با یه دید خیلی بازتر به زندگی آدمی که تازه به آلمان مهاجرت کرده و دقیقاً موقعی مهاجرت کرده که وسط تورم و گرونی‌های آلمان بوده. چون قراره توی این ویدیو بریم سراغ جزئی ترین هزینه هایی که هر آدمی لازمه برای زندگی توی آلمان بپردازه. آخر این ویدیو هم مبلغ دقیقی که توی این ویدیو جز به جز با هم بررسی کردیم جمع کلیشو برات نوشتم تا بتونی خیلی راحت متوجه بشی که مینیمم هزینه‌ای که برای زندگی کردن توی کشور اروپایی مثل آلمان لازم داری چقدره. پس حتما تا آخر ویدیو منو همراهی کن. اول از همه به نظرم باید از اینجا شروع کنیم که اصلا حقوق و درآمد توی آلمان چه شکلیه. ولی من اینجا قرار نیست که سطح درآمد و سطح حقوقا رو با هم مقایسه کنم. اونو توی ویدیو جداگونه کامل بهش میپردازم و خیلی دقیق و جز به جز توی رشته‌های مختلف مینیمم و ماکسیمم حقوقی که آدما توی اون مشاغل به دست میارن و کامل برات توضیح میدم. ولی توی این ویدیو میخوایم از حقوق یک کارگر ساده با هم حرف بزنیم. یعنی میخوام براتون از راحت ترین روش پول درآوردن بگم که مثلا کار کردن توی مکدونالد یا مثلا دلیوری غذا یا شغلای این شکلیه که همه اینجا خیلی راحت میتونن این شغلا رو به دست بیارن. حقوق یک کارگر ساده توی آلمان الان توی سال 2023 که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم یه چیزی نزدیک 13 یورو در ساعته. یعنی اگه یه کارگر ساده توی ماه فول تایم کار کنه یه چیزی هول و هوش 2000 یورو در ماه درآمدشه که با کسر مالیاتی و اون داستانای مالیاتی آلمان یه چیزی هول و هوش 1400 تا 1500 یورو آخر ماه میاد به حسابش. حالا تو ادامه این ویدیو بریم با هم ببینیم که با این مبلغی که اینجا بهتون گفتم میشه اینجا زندگی کرد یا نه. من هزینه ها رو با هزینه اجاره خونه شروع میکنم چون بزرگترین بخش هزینه های ماهانه‌تون مربوط میشه به اجاره کردن خونه. بسته به اینکه توی شهر خونه اجاره میکنید یا توی روستا، متراژ خونه‌تون چقدره و چند خوابه بودنش قیمتا خیلی متفاوته. ولی چون توی این ویدیو من هزینه ماهانه رو دارم برای یک نفر میگم که بتونید راحت‌تر حساب کتاب کنید، برای یه نفر دیگه زیر 400-500 یورو توی شهر نمیتونید خونه پیدا کنید مگه اینکه یه خوابگاه دانشجویی یا یه خونه اشتراکی بگیرید که اونم دیگه خیلی خیلی ارزون اگه شانس داشته باشید و پیدا کنید 350 یورو تو ماه باید هزینه کنید. هزینه رهن خونه هم که اینجا بهش میگن دپوزیت معمولاً 2 تا یا 3 تا اجاره خونه تونه. هزینه بعدی هزینه ماهیانه که بابت برق باید پرداخت کنید و جزو اجاره خونه‌تون محسوب نمیشه. بازم بسته به متراژ و تعداد آدمایی که توی خونه دارن زندگی میکنن خیلی متغیره. مثلا ما که 3 نفر هستیم و متراژ خونه‌مون حدوداً 85 متره، نفری 41 یورو داریم برای هر نفر توی ماه پول برق میدیم. هزینه اصلی بعدی خورد و خوراکه که با همه گرونی‌ها و تورم‌های این مدت بعد جنگ اوکراین الان بین 230 تا 300 یورو برای هر نفر توی ماه هزینه میشه و این رقم شامل کل هزینه‌های سوپرمارکت، میوه و سبزیجات، گوشت و مرغ و ماهیه. یعنی همه اینا رو که جمع‌بندی کنی بسته به اینکه چقدر دهندار باشین و بخور کنین دیگه تا سقف 300
معمولا این هزینه ها جمع میشه. هزینه بعدی هم خب حمل و نقله که اینجا کلا توی اروپا هزینه ارزونی نیست. چه ماشین داشته باشین و بخواین هزینه بنزین بدین، چه بخواین از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنین. اینجا توی دسامبر 2023 که من دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم، بنزین لیتری هول و هوش 1.86 یوروه. دیگه خودتون حساب کنید ماهانه اگه ماشین داشته باشید چقدر باید هزینه بنزین بدین. ولی برای حمل و نقل عمومی اینجا توی آلمان جدیدن یه بلیتی آوردن که ماهیانه 49 یورو میدی، ولی میتونی با همین بلیت با اتوبوس و قطار و تراموا به کل آلمان سفر کنی و دیگه هزینه اضافه پرداخت نکنی، البته با قطارهای معمولی نه سری و سیر. هزینه بعدی هم که خب هزینه بیمه است و کاملا اجباریه، ولی بازم بسته به بیمه‌ای که شما انتخاب میکنید هول و هوش نفری 100 تا 500 یورو ممکنه متغیر باشه. هزینه بعدی هم که خب سیم کارت و نت گوشیه که اونم باز خیلی متفاوته که از چه اپراتوری میخوای سیم کارت بخری. از ماهی 5-6 یورو هست به بالا. هزینه اصلی بعدی خب رستوران و تفریحه که این خیلی بستگی به شما داره که چقدر اهل اشغال و تفریح باشین، که اونم خیلی هزینه ارزونی اینجا نیست. شما باید برای هر بار رستوران رفتنتون برای هر یه نفر دیگه کف 30 یورو رو در نظر بگیری. یعنی اگه بخوای در حد هفته یه بارم رستوران بری تقریبا میشه نفری 120 یورو ماهیانه. برای خرید لباس هم که خب این دیگه خیلی بستگی به این داره که از چه مارکی میخوای خرید کنی. واقعا اینجا خیلی برندهای متفاوتی هست که میتونی از مغازه‌های مدل امامزاده عبدالله تهران لباس 5 یورویی بخری، میتونی از زارا لباس 50 یورویی بخری، یا اینکه بری شنل یک کیف 800 یورویی بخری. این دیگه واقعا خیلی بستگی به خودتون داره. با همه اینایی که گفتم اگه یه جمع‌بندی کنیم و همه این رقمایی که گفتم و وسطش رو با هم جمع بزنیم، هزینه زندگی هر نفر توی یه ماه از کف 800 یورو تا 1000 یورو متغیره و این شامل کل هزینه ها میشه. شما حساب کن کارگری که داره ماهی 1400-1500 یورو به حسابش میاد میتونه همون هفته یه بار رستوران و تفریحشو بکنه، خرج خورد و خوراکشو بده، اجاره خونهشو بده، بیمهشو بده و همه اینا رو که حساب کنه حدود ماهی 300-400 یورو ممکنه براش آخر هر ماه از اون پوله باقی بمونه. ممنون که با یه ویدیو دیگه با من همراه بودین. منتظر خوندن تک تک نظراتتون هستم. برای همتون عشق و آرامش آرزو میکنم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.